سلام علیکم و رحمت الله. دو جوان رشید و دو عزیز در کنارمان. اسم شریفتون؟ اسم من محمد عابد قیومی. اوه محمد. اسم شما؟ اسم من تامین قیومی صاحب بزرگوار و شما تامین. خوش آمدین. اول خیلی خوش آمدین. قصه کنید، قصه آمدن تا نکنید. قصه آمدن اول یک سلام خدمت استاد عزیز و دوستان که الان ما رو نگاه میکنن از طریق یوتیوب. دیگه انشالله که جور و صحتمند باشه. دیگه راه و مهاجریت و سختی های خود داره. بعد از چند سال آمدین؟ بعد 4-5 سال شده. 5 سال. اونجا مصروف چی بودین؟ تمیم عزیز کولرگازی نصب میکردم و سیستم سرویس و نصب کردن و عوض کردن کامپیوتر. کلا کار کولر و گازی و آبی بینا گرم و سرد. ماشاءالله ماشاءالله. خودت ببین. من خودم توی سوپرمارکت کار میکردم. بعضی از موقع هم میرفتیم توی کلاس درس خوندن زبان میرفتیم درس. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حال دوباره خب میل رفتن نداری؟ نه چرا که هیچ جای وطن خود آدم نمیشه. دقیقاً. یگانه جایی که زاده شده انسان اصلا همون لحظه که رسیدم همون استرس و همون ماشاءالله جگرخونی و اصلا دلتنگی من از بین رفت. احساس خوشی میکنم. قصد کجا دارین؟ به کدام ولایت بخیر؟ انشالله که بخیر بریم به پروان. شریف هم داره دیگه. دیگه کل افغانستان شریف است دیگه. جایی که زاده شدیم دیگه شریف داره. دیگه فعلا در ایران شریف هستیم. بخیر. چقدر انرژی میگیریم، جوانان را خوشحال میبینیم، با نشاط میبینیم و با انرژی میبینیم. ماشاءالله. دفتنی که از اتوبوس پایین شدیم آمدیم که یک احساس خودم قبل یک احساس آزادی مثل از قفس پرنده آزاد میشه. ماشاءالله. که نزدیک آمدیم دیدیم که همه دارن عشق و بمو علاقه و بمو که وطن میخواین. همه وطن خودش میخواد که بیاد وطن خودش آزاد باشه، بگرده، تاب بخوره. ماشاءالله که امارت اسلامی هم واقعا همه چیز در سهول مردم قرار دادن. دیگه انشالله که یک افغانستان مستقل آزاد و مردم متضرر پرچم اسلام. الله تعالی شما را حفظ کنه، از ما را حفظ کنه، خانواده محترمتان به خیر و سلامت برسانه، موفق کامیاب باشین. خیلی خوشحال شدم همراه شما. اگه بتونیم به بعضی عزیزای ما که در کابل آمدن، ما شکل کارآموزی جوانایی که خلاقیت دارن، استعدادشان حیف نشه، ما در کنار خود گرفتیم. ان شاء الله عزیزا اگر کابل خلاص